رهایی زندانی انس حقانی روحی 1398. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز سه‌شنبه 21 اقرب اعلان کرد که برای رهایی 2 استاد دانشگاه آمریکایی و زمینه‌سازی برای گفتگوهای مستقیم و صلح با طالبان تصمیم بر رهایی 3 زندانی طالبان گرفته است. انس حقانی یکی از این زندانیان میباشد. دولت افغانستان انس حقانی برادر رهبر شبکه حقانی را رها می‌کند. انس حقانی کیست؟ انس حقانی فرزند جلال الدین حقانی بنیانگذار شبکه حقانی و برادر ناتنی سراج الدین حقانی هست. گفته می شود که کوچکترین پسر جلال الدین حقانی می باشد. بر اساس معلومات امنیت ملی افغانستان انس حقانی در تصمیم گیری های رهبری شبکه حقانی نقش داشته و برای زنده نگه داشتن این شبکه در منطقه به هدف جمع‌آوری کمک مالی به کشورهای عربی رفت و آمد داشت. در مورد حکم دادگاه برای انس حقانی اطلاعات دقیق در دست نیست. آخرین اطلاعاتی که در این مورد منتشر شده این است که هنوز حکم دادگاه برای اعلام اعدام آن صادر نشده است. اما پیش از این شماری از مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی پس از حملات خونین گروه حقانی خواهان مجازات و اعدام انس حقانی شدند. انس حقانی زندانی دولت افغانستان عضو هیئت مذاکره کنندگان طالبان است. طالبان بارها خواهان رهایی انس حقانی از زندان دولت افغانستان شدند. چند ماه پیش زمانی که این گروه نام اعضای تیم مذاکره کنندگان را برای گفتگوهای صلح با آمریکا اعلان کرد، نام انس حقانی نیز در بین آنها بود. طالبان گفته بود او یکی از اعضای مهم تیم مذاکره کنندگان طالبان است و باید رها شود. اما آن زمان ریاست امنیت ملی افغانستان گفته که انس حقانی در زندان است و حکومت افغانستان مکلف به تطبیق قانون هست و کسانی که در مقابل مردم افغانستان مرتکب جرم شده به اساس قوانین نافذه در مورد آنها تصمیم گرفته می شود. 2 هفته پیش نیز پس از سفر زلمه خلیلزاد آوازه از بحث روی آزادی او مطرح شد، اما حکومت اعلان کرد رهایی انس حقانی خط سرخ دولت. امروز آقای غنی نیز گفت تصمیم گرفتن برای رهایی انس حقانی دشوار بوده است. انس حقانی چی وقت و کجا بازداشت شد؟ انس حقانی چی وقت و در کجا بازداشت شد؟ انس حقانی چی وقت و در کجا بازداشت شد؟ انس حقانی در 24 میزان سال 1393 بازداشت شد. آقای غنی امروز اعلان کرد که او در خارج از افغانستان بازداشت شده و تاکنون در زندان بگرام افغانستان زیر نظارت بود. در زمان بازداشت او گزارش‌های از بازداشت او در کشورهای خلیج از جمله بحرین منتشر شد، اما اطلاعات دقیق در این مورد در دست نیست. ریاست امنیت ملی افغانستان در زمان بازداشت او اعلام کرد که فرد شماره 2 شبکه حقانی را همراه با یکی از فرمانده‌های نظامی این شبکه بازداشت کرده است. این فرمانده نظامی حافظ عبدالرشید بوده که یکی دیگری از زندانیان است که دولت افغانستان امروز رهایی‌اش را اعلان کرد، اما امنیت ملی افغانستان گفته است که او در داخل افغانستان بازداشت شده است. د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو پیښو او جریانونو په اړه د تازه پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.